قسمتی که خیلی مهمه قسمت کامپوز هست. کامپوز رو من وقتی بزنم این همچین پنجره‌ای برای من باز میشه. این پنجره برای چیه؟ این پنجره برای ارسال ایمیل هست. ارسال ایمیل قسمت اول گزینه تو، یا اینجا شما باید آدرس کسی که قرار ایمیل رو براش بفرستید رو یادداشت میکنید. درست شد؟ مثلا من خب آدرسی که دارم رو می نویسم. آدرس یکی از دوستان، عذر میخوام زبان فارسی بود. مثلا آدرس ایمیلی که دارم رو می نویسم. پس آدرس شخص گیرنده رو من اینجا یادداشت میکنم. درست شد؟ قسمت بعدی سابجکت رو می نویسم. یه لحظه قبل اینکه برم مورد بعدی نگاه کنید، اینجا دو تا گزینه دارم، CC و BCC. اصطلاحاً رونوشت و رونوشت مخفی. یعنی چی رونوشت؟ رونوشت یا اصطلاحاً CC مخفف شده کاربن کپی هست. یعنی چی؟ من اگر اینجا چند نفر رو داشته باشم، مثلا 3-4 نفر رو اینجا بنویسم و این نامه رو میخوام براش ارسال کنم، اگر گزینه رونوشت فعال باشه و روی رونوشت من بزنم، میاد چیکار میکنه؟ آدرس افراد رو من اینجا مینویسم و یک نسخه از این نامم برای همشون میفرسته. این به کنار. و یک تفاوتی که داره، شخص اول متوجه میشه که این نامه رو من برای چند نفر فرستادم. متوجه شدی؟ حالا اگر من BCC رو بزنم، BCC چیکار میکنه؟ BCC میاد میگه که آدرس چند نفر از من میگیره، ولی با این تفاوت که این رونوشت مخفیه. یعنی شخص اول متوجه نمیشه که من این نامه رو برای چند نفر ارسال کردم. پس این موضوع رو دقت کنین حتما. قسمت بعدی من گزینه سابجکت رو دارم. سابجکت رو میتونین ننویسین، ولی خب ترجیحاً بنویسین، خیلی بهتره. موضوع پروژه، موضوع نامه است. موضوع که اصطلاحاً تایتلمون هست. موضوع نامه رو شما اینجا می نویسید. ترجیحاً نگاه کنین، مثل این ایمیلی که مثلا من فرستادم نوشتم تمرین مباحث مثلا، خب، یا هر چیز دیگه‌ای، مثلا موضوع پروژه. اینها رو وقتی من میفرستم برای شخصی، خب متوجه میشه که این ایمیل با چه عنوان و محتوایی هست. متوجه شدین؟ پس موضوع نامه رو ترجیحاً بنویسین. از نظر عرف اداری خیلی بابه که حتما موضوع داشته باشه ایمیل هاتون. اینجا هم بادی هست و قسمتی که متن نامتون رو می نویسین. منوی پایین شما میتونید خب متنی که نوشتین از نظر تراز و گراف شروع کنین، مثلا فونتشون رو تغییر دادن، بولد کردن، ایتالیک کردن، چپچین، راستچین و اینها رو براش تعریف کنین. گزینه پایین من یه سری ابزارهای دیگه ای هم دارم. این گزینه سنجاقکی که اینجا میبینین اصطلاحاً اتچ فایل. شما فایل هایی رو که میخواین ارسال کنین رو به صورت اتچ ضمیمه میکنین. هر فایلی، PDF، ویدیو، عکس، هر چی رو به صورت فایل میخواین ارسال کنین به صورت اتچ فایل استفاده میکنین و اینجا میاد ازتون مسیر میپرسه و فایل رو انتخاب میکنین و اوپن رو میزنین. فایل اضافه میشه. مورد بعدی اینجا لینک رو داریم. شما میتونید یک لینک اضافه کنین، از شکلک ها و ایموجی ها استفاده کنین، به گوگل درایوتون متصل بشین و فایلی رو از طریق گوگل درایوتون ضمیمه کنین. عکس بفرستین یا پیام امنیت دار بفرستید. پیام امنیت دار یعنی چی؟ وقتی من این رو میزنم اینجا میتونم تعیین کنم که بعد از چه مدت این ایمیل به دست شخصم رسید از بین بره. مثلا بعد از یه هفته این ایمیل رو بگیر از بین ببر. سیو رو که بزنم این ایمیل امنیت بالایی برخورداره، امنیت دار میشه اصطلاحاً، و بعد از گذشت اون بازه زمانی که من براش تعیین کردم میاد چیکار میکنه؟ پیامم رو حذف میکنه به صورت خودکار. خب من اینو میبندم. گزینه سنت رو هم که بزنین ایمیل رو ارسال میکنه و حذف رو هم بزنین ایمیل پیشنویس شدهتون رو حذف میکنه. این از ارسال ایمیل. خیلی خوب، نگاه کنین من تو قسمت صندوق ورودی ها میام. مثلا همین گوگل رو یه ایمیل دریافت کردم. ببین پایین، نگاه کنین پایین دو تا گزینه داره، ریپلای و فوروارد داره. خب این گزینه چون جواب نداره، خیلی خوب، نگاه کن ریپلایی که بزنم به معنی جواب دادن. من این رو میزنم و شروع میکنم اینجا یه جوابی رو نوشتن و ارسال کردن. گزینه ریپلی هم به معنای اینکه، یا فوروارد هم، خب به معنی اینکه این پیام رو من برای شخص دیگه ای هدایت کنم. فوروارد رو که بزنم اینجا آدرس از من میخواد که این ایمیل رو با این محتوا و مضمون برای چه کسی ارسال کنم. پس فوروارد برای هدایت پیام و ریپلی برای جواب دادن به پیام هست.